امروز 4 نوامبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه آینده اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. حدود 7000 مهاجر را از مسکو و ولایت همنام آن اخراج می‌کنند. نتیجه های عملیات نیلگال 2025 در دو منطقه روسیه. از زندان به جنگ رفته است. جسد باز یک شهروند تاجیکستان را که در اوکراین کشته شده است به وطن آوردند. یکی برای لاغر شدن می رود، دیگری برای وزنگیری و یا فعالیت فیتنس کلوب ها در دوشنبه تا رفت بیشتر می شوند. با گذشت رسو یک هفته از زنازنی پرسر و صدای گروهی مهاجران در منطقه استقامتی پروکشینه مسکو جنجال نوبتی و این دفعه کردکشی آنها در محله دیگری پایتخت روسیه ثبت شده است. پلیس وعده داده است که شرکت‌داران مناقشه را پیدا کرده و جزا خواهد داد. در همین حال طبق اعلان نوی وزارت کارهای داخلی این کشور از حدود مسکو و ولایت همنام آن هزاران مهاجر قانونشکن را اخراج می‌کنند. جزئیات در گزارش همکارم مومن احمدی. پلیس مسکو مهاجرانی را جستجو دارد که شب 2 نوامبر با استفاده از کارد و تبر زنازنی کردند. جنجال در نزدیکی مجمع استقامتی فیلاتوولوگ رخ داده. به نوشته صحیفه مش در تلگرام یکی از ساکنان این صحنه را دیده است. در ریاست کارهای داخلی مسکو به خبرگزاری رسمی ریا نوستی گفتند که درباره زنازنی اطلاع گرفتند اما در جای حادثه کسی را نیافتند. در هر صورت به گفته آنها جستجوی شرکت‌داران مناقشه ادامه دارد. در این بین حدود 7000 مهاجر را از شهر مسکو و ولایت همنام آن بیرون می‌کنند. این رقم را تاتیانا پترو و نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه هنگام نتیجه گیری از عملیات نیلگال 2025 در آخر هفته گذشته بیان داشت. عملیات در 2 مرحله در ماه‌های ایون و اکتبر امسال صورت گرفته. در جریان آن خوابگاه‌های مهاجران، بازار و ساختمان‌ها و آشخانه و طرابخانه‌ها تفتیش شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید تنها در مسکو زیاده از 12000 مورد قانونشکنی مهاجران آشکار گردید. از این میان 8300 نفر به جوابگری مأموری کشیده شده، برخی را از حدود روسیه میرانند. در حالی که مقامات روسیه اکثر قانونشکنی مهاجران را به ویران کردن ترتیب بدوباش و نداشتن حجت کار و اقامت پیوند می‌دهند، بعضی از مهاجران از برخورد نامناسب و اتهام‌های بافته و ساخته شکایت می‌کنند. در روسیه در یک سال اخیر ده‌ها قانون و سند قبول شده است که حضور و فعالیت مهاجران را در این کشور محدود می‌کند. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و اقامت دارند. برنامه رادیو آزادی را ادامه میدیم و میگذاریم به موضوع دیگر. روز 3 نوامبر جسد یک شهروند تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شده است به دوشنبه آوردند. اسم او عبدالمطلب ایوب و زاده نویه دیوشتیچ بوده است. پیوندانش میگویند 3 سال پیش بنابر صدمه نقلیاتی به زندان افتیده بود، ولی بعد مرگش فهمیدند که او به جنگ رفته است. مقامات در شرح حادثه گفتند که وی اختیاراً به جنگ رفت. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. جسد عبدالمطلب ایوبوف را پیوندانش روز دوشنبه 3 نوامبر در زادگاهش دهه بسمنده ناحیه دیوشتیش دفن کردند. پدرش عبدالمومن ایوبوف و عمکش عبدالرشید ایوبوف در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که تابوت او را از فرودگاه دوشنبه گرفتند. بعداً اطلاع یافتند که او در یک دهه دونتسک روز 24 اکتبر به هلاکت رسیده است. دونتسک تا آغاز جنگ روسیه یک منطقه جمهوری اوکراین بود. عبدالمومن ایوبوف میگوید پسرش 8 سال پیش با نیت کار به شهر مسکو فدراسیون روسیه رفته بود و تا زمان زندان شدنش به آنها کمک میکرد. بعد یک سانحه نقلیاتی با اشتراک او که بر اثرش یک شهروند روسیه فوتیده است، 3 سال پیش زندان شده است. از زمان حبس گردیدنش با پدرش تماس نگرفته است. عمکش عبدالرشید ایوبوف میگوید جنش را از مسکو به زندان شهر نووسیبیرسک انتقال دادند و آنجا بار آخر تقریبا 2 سال پیش با دادارش واخورده است. به تاکید عمکش پیوندانش چگونه به جنگ فرستاده شدن عبدالمطلب ایوبوف را نمیدانند، ولی در سند رسمی که همراه تابوتش آوردند نوشته شده است که
اختیاراً بر ضد اوکراین از جانب روسیه مبارزه مسلحانه برده است. با این حال پیوندانش عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. عبدالمطلب ایوبوف 27 سال داشته و هنوز عائله‌دار نشده است. از روی عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته است، ورزشکار نیز بوده است. ساکنان دهه بسمنده میگویند این بار اول است که زاده این منطقه را از جنگ اوکراین می‌آورند. از اشتراک دیگر همدهگانشان در جنگ اطلاع ندارند. ولی در دیگر منطقه‌های تاجیکستان حداقل ماه از یک جنازه کشته شدگان جنگ روسیه با اوکراین به رادیو آزادی اطلاع می‌رسد. ولی یگان آمار رسمی از جانب نهادهای دولتی ارائه نمی‌گردد که چقدر شهروندان تاجیکستان در آن مناقشه شرکت می‌ورزند. طرح دولتی زیستن می‌خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر رویخط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریباً 100 شهروند تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند. ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت‌دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در ضمن پلیس اروپا یا اورپول میگوید صدها زرخرید جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مولدو و ماه اکتبر برپا شده است. در بین زرخریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خیرامان بقازاده در دست دارد. درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت‌های نیمه نظامی روسی، اورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبر بازداشت شده با اتهام زرخریدی به منفعت روسیه 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنیا و هرزگوین می باشند. این افراد به باور پلیس اروپا در صادر کردن جنایت‌های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمانبر می شوند. اورپول گفت عملیات در 2 مرحله و از جانب پلیس مولدو و اوکراین و با یاری تیم اورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان اورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده عمل گمانبران را توسط شبکه‌های اجتماعی تفتیش کردند. خیرامان، آیا منظور از گروه‌های نیمه نظامی چی است؟ پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره کریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ وسیع مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه‌های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و царський волк زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفربر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که میداند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک به حقوق و به یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ‌های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول عفو یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم می‌کنند. یادآور می‌شویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چنین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خیرامان بقازاده بود با خلاصه های گزارش نوی اورپول درباره بازداشت صدها زرخریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامانه azadi.org دریافت کنید. در دوشنبه دهها تالار ورزشی یا فیتنس کلوب ها فعالیت دارند که با پیشنهاد مشق و خدمترسانی های گوناگون زنان و مردان را به تمرین دعوت میکنند و شمار آنها هم که به زیبایی اندام خود و حفظ صحتی توجه دارند بیشتر می شود. اما تا کجا تالارهای ورزشی برای مردم عادی دسترسند و به خواهشمندان با چه شرایطی پیشنهاد می شوند؟ در گزارش همکارانم زرانگیز نوروشو و شعلای عبدالله همراه می بینیم. این تالار مخصوص زنانه در یکی از فیتنس کلوب های دوشنبه است. دختران یکی برای لاغر شدن، دیگری برعکس برای وزنگیری، اما همه برای تقویت سلامتی به اینجا می آیند. کیمیا چند ماه است که اینجا مشق می کند و می خواهد زیبایی اندامش را نگه دارد و بهتر کند. من به حیث مدل کار میکنم و بسیار مهم است که وزنم را نگاه دارم. پیش از انتخاب کردن زل من هم بسیار جایها رفتم، مقایسه کردم. زمان اینجا اومدن اینجا تخفیف هم بود. من اینجا را انتخاب کردم و از آن راضیم. ماهستان 3 سال باز مخلص تالار ورزشی است. میگوید اگر خواهش باشد وقت و پول پیدا می شود. به خاطر سلامتی مشق میکنم. مدت 3 سال است مشق میکنم. تقریبا وزنم 67 کیلو 77 کیلو بوده. اما بخواهی هزار طریق میتونی که صرف کنی سو زل بیایی. یکی از ویژگی هایی که حالا در این و اکثر دیگر تالارهای ورزشی یا فیتنس کلوب های دوشنبه دیده می شود این جدا بودن جای مشق زنان از مردان است. کارمندان ساحه میگویند این کار را با طلب مشتریان کردند. چون که بیشتر زنها نمیخواهند در بین مردها نیز مشق کنند و برای همین ما فکر آنها را کرده باز یک جای برای آنها باز کردیم. تجهیزات ورزشی که برای زنها لازم است آنها در اینجا هستند. زنهایی که زیاده از 50 سال زیاد دارند، یعنی برای سلامتی خود به زل آمده ورزش میکنند و میخواهند که سلامتی خود را خوب باز دارند. شمار تالارهای خرد و بزرگ ورزشی در دوشنبه تا رفت بیشتر می شود. وابسته به شرایط و خدمت رسانی ارزش مشق در آنها هم فرق می کند. در تالارهای ورزشی کلانتر که حوض شناوری دارند و با دستگاه‌های مخصوص معاصر مشق بدن مجهزند، آبونه ماهانه از 800 تا 1000 سومانی بالاست. مشق‌های با نرخی از 400 تا 600 سومانی هم هستند. نیگوره که میخواهد وزن پرتاید در خانه مشق میکند. برای رفتن به تالار ورزشی شرایط ندارد. اینترنت مشق اسکچات کردیم، رویم واچ میکنیم، رقص است و مشق رویم اجرا میکنیم. در اینترنت بسیار گفتم چیزا برای خراب شوی. بعد من دامی دسترستر کورسی دیتولوگ غلطید 180 سوم 21 روزش خریدم. باوی هم خراب میشه. اینه که دیرتر مثلا اگر نرخ فیتنس کلوبا دسترس میبود با ما باوی ممکن تیزتر خراب میشه. تحلیلگران ساحه نسبتاً گران بودن نرخ تالارهای کلان ورزشی و کمبود مربیان کسبی را از مشکلات این سمت مینامند. متخصصان سطح درجه بالا و دوم این سوم میباشد. اگر حقی سوم مشق کردن همین تالار کمی پستر میشد که نفران عادی که پدر و مادرشون یا خودشون اونقدر معاش خوب نمیگیرن میتوانند اونجا رفته و برای آنها مشکل نمیشود زندگی را پیش بردن. با گفته کارشناسان در مجموع سالهای اخیر توجه ساکنان به ورزش و نگاهبین بدن خود بیشتر شده است. آنها برینند که ساعتهای دراز کار سبب کم قوتی جسمانی و افسردگی می شود و تمرین در فیتنس کلوب می تواند این خالیگاه ها را پر کند. دوستان مهربان، با همین مطلب رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی. تشکر به یکایک شما که ما را تماشا میکنید و اگر هم خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخوانید و یا ببینید، چون همیشه سامانه ما azadi.tj و همین گونه آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما. صفحه های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال می باشند. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یکتان.